از هر کوهنوردی بپرسید زیباترین قله ایران کدوم قله است، قطعا میگه سبلان. گزارش صعود عروس قله های ایران قله سبلان. اردبیل، لاهرود، شابیل. به شابیل که میرسید میتونید ماشینتون رو توی پارکینگ پارک کنید که هر 24 ساعت 70,000 تومان. 24 ساعت کلی لندروور اونجا هست که شما رو به پناهگاه برسونه، نفری 400,000 تومان. از شابیل تا پناهگاه پیمایش هم میتونید بکنید که انتخاب من مسیر ترکینگ بود. پاکوبش مشخصه، در کنار ستون‌های تلکابین مسیر رو ادامه میدید تا برسید به آخرین ستون. از اینجا به بعد پاکوب مشخصی نداره، یا باید توی جاده پیمایش کنید یا ترک جی پی اس داشته باشید. اینجا بود که عروس خانم به ما رخش نشون داد. بین راه میان وعده خوردم و واقعا منظرش زیباست. پیمایش از شابیل تا پناهگاه بین 2 تا 4 ساعت بستگی به تیم داره. بوفه داره و میتونید خرید کنید و شب رو کنار بچه‌ها گذرونید. کلی عکس خوشگل از آسمون و اطراف پناهگاه گرفتم و بالاخره صبح شد و روزمون. دمدمای ساعت 7 از پناهگاه به سمت قله حرکت کردیم. از همون ابتدا شما وارد شیب سنگین میشید و تا خود قله تقریبا شیب داره. بین راه تابلوهایی میبینید که نشون دهنده مسیر درست. هر 50 دقیقه پیمایش 5 دقیقه استراحت. شیب‌ها یکی پس از دیگری ادامه دارن و این هم شیب آخر که سنگین‌ترین شیب. و اینجاست که با دیدن سنگ محراب دوست داشتنی یه جون به جونتون اضافه میشه و توی مسیر سلطان ساوالان میرید به سمت قله. قبل قله توی مسیرتون یخچال شمالی رو می‌بینید و اینجاست که معنی زیبایی در کوه‌های ایران رو متوجه میشید. الکی نیست بهش میگن عروس کوه‌های ایران. کوهنوردی رو نداریم که این صحنه رو از نزدیک دیده باشه و گریه نکرده باشه. در ترکی بهش میگن ساوالان و در فارسی سبلان. فارغ از اسمایی که بهش میگن، او یک مادر کوه‌های ایران. یک ساعتی سر قله بودیم و وقت برگشتن بود. مسیر رفت و برگشت